در هر ثانیه این ویدیو میلیون ها سال گذر میکنه. صدها میلیون سال بعد از انفجار بزرگ، غبارها و گازهای کیهانی دارن به هم نزدیک میشن تا اولین ستاره های کیهان تشکیل بشه. اینجا 12 میلیارد سال پیشه. بعضی کهکشان ها خیلی نزدیک به هم شکل گرفتن. میرسیم به 11 میلیارد سال پیش. هر روز در حال تغییره. یک سری ستاره در حال مرگن و یک سری دیگه دارن به دنیا میان. سیارات مختلف در حال شکل گرفتنن. میرسیم به 10 میلیارد سال پیش. کیهان نزدیک به 4 میلیارد سال عمر داره. سازنده این کیهان به اشکالی که داریم میبینیم جاذبه است. وقتی یک ستاره غول‌پیکر رو که داره میمیره نگاه میکنیم، هسته‌ای رو میبینیم که خورد شد.